داستانی از دفتر 4 مثنوی معنوی. مردی که عاشق دختری شده، یه بار تو شهر اونو میبینه و عاشق دختر میشه و اونو گم میکنه در شلوغی شهر. بعد حدود 8 سال دنبال معشوقش میگرده که پیداش کنه و هر کاری میکنه که اونو پیدا کنه یا آدرسی از اون پیدا کنه، موفق نمیشه. بعد از مدتی یه شب که داره اتفاقی دنبال معشوقش میگرده، داروغه یا نگهبان حاکم اون شب دنبال این مرد میفته. این مردم با حال بد و کلافگی و فوش و بد و بیرا و اینا که این چه سرنوشتی من دارم و معشوقم که پیدا نشد، هیچ، یه نفرم افتاد دنبالم و هی بد و او بد و فرار میکنه. نهایتا از ترس مأمور حاکم میپره توی باغی. بعد که میپره تو باغ، یهو میبینه که معشوقش تو باغه. معشوقش اونجا پیدا میکنه و از خوشی بال در میاره که من 8 سال تمام دنبال معشوقم بودم و بهش نرسیدم و هیچ رد و نشانی ازش پیدا نکردم، ولی از جایی من برام اتفاق خوبه افتاد که فکرش هم نمی کردم 1% که مأمور پادشاه دنبال من بیفته و من شاکی از اینی که چرا مأمور پادشاه دنبال من بوده، ولی همون چیزی که من فکر میکردم بده منو به مقصود و هدفم که معشوق بود رساند. و در اونجاست که مولانا از زبان شخص عاشق شروع میکنه به یه سری دوباره از اون، به قول معروف، از اون جواهر و گوهرهایی که همیشه رد پاشو میشه در اشعارش در مثنوی معنوی و دیوان شمسدید، شروع میکنه به گفتن اونا و بیان نکات بسیار دقیق و لطیفی که فقط از عهده کسی برمیاد که به درون خودش سفری عمیق کرده باشه. و شروع میکنه از زبان عاشق حرف زدن که خدایا من بد پنداشتم، من اشتباه کردم، من برداشت بدی کردم، هر چی میخواد این مأمور بهش بده، سود بهش بده، شکر بهش بده، گل بهش بده، فراوانی بهش بده و به هر چیزی که میخواد اینو برسان. شخصی که چند دقیقه پیش من فکر میکردم مسبب تمام بدبختی و بیچارگی منه، الان تبدیل شد به یک گنج برای من. و نکته بسیار مهم این داستان اینجاست که ما در زندگی خیلی اتفاقات میفته که باب میل ما نیست و مسائل اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره، رجکت میخوریم، حالمون بد میشه، نارو میخوریم، درا بسته میشه، ناامیدی ها و بسیاری از اتفاقات دیگه‌ای که ما رو کلافه میکنن. ولی وقتی که به اون چیزی که جز رؤیاهامون بوده میرسیم، در اون سختی هایی که قبلا گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم، یه معنای بسیار عمیق و بزرگی پیدا میکنیم و بابت تمام اون لحظه هایی که سپری کردیم خدا رو سپاسگزاریم. و این نکته بسیار مهمی داره این داستان که من امروز با معنا زندگی کردن می توانم برای رنج هایی هم که در گذشته پشت سر گذاشتم معنا پیدا کنم و بابت تمام اون لحظات شکرگزار باشم. داستان بسیار عمیقه، داستان بسیار زیباست و اون شخص از جایی اتفاق خوبا براش میفته که هیچ وقت فکرشو نمی کرد. اینه که همیشه در مسیر بودن و اعتماد کردن و ایمان داشتن به سازوکار الهی در نهایت باعث میشه که ما متوجه بشیم که همه چی درسته، همه چی سر جای خودشه، فقط ما با دید محدود و اراده شخصی به مسائل نگاه میکنیم و این باعث میشه که اون شکل جامع و کاملی که اراده الهی رو نبینیم.